اون روز صبح که توی شهر پاتایا قدم می زدم نمیدونستم که قراره تو انتهای این جاده با یک منظره ترسناک روبرو بشم. خیلی خوشحالم که قبلا فیلم The Ghost Host ساخته 2017 رو دیده بودم که در مورد خونه های ارواح تایلندی هاست. وقتی شما تایلند تشریف میارید در مقابل اکثر خونه ها و اکثر هتل ها یک سری خونه های زیبای مینیاتوری میبینید که بیشتر متاسفانه فکر میکنن اینا معبد هستش، در حالی که اینها خانه ارواح هست و به شدت اینها در واقع انرژی منفی با خودشون برمغان دارن. خوب دقت بفرمایید ببینید اینجا اینها رو بردن ریختن توی طبیعت و متاسفانه اونایی که نمیدونن چی هستش ممکنه فکر کنم با خودشون که چه سوغاتی خوبی میتونم اینا رو بردارم با خودم ببرم ایران. نمیدونن که اینا نوعی طلسمه و نیروی اهریمنی توشون هست. اگر تایلند تشریف آوردید به هیچ عنوان اینها رو لمس نکنید.